به دریا ریخته شدن پرتاب‌های یک کارخانه آهکبراری چینی در ناحیه پنجکند باعث مرگ ماهی‌های دریا در 2 روز آخر شده است. دریاچه شینگ که مردم از آن چون آب آشامیدنی استفاده می‌برند، از پرتاب‌های کارخانه چینی غیر قابل قبول استفاده شده مردم را از آب نوشاکی نیز محروم کرده است. در این باره روزنامه‌نگار و شاعر اسماعیل ظریفی در صفحه فیسبوکی خود خبر داده گفته است ماهی‌های این دریاچه در 2 روز آخر هلاک شده اند. با کدام سببی نامعلوم 2 هفته باز کارخانه مردم دهه‌های کوسه‌تراش و فیلماندر را نیز از آب نوشاکی محروم کردند و آب دریای ماهی را کشته ایستاده است. اهالی چون آب نوشاکی استفاده میبرند. روز 14 ایول کارخانه آهکپزی که به کی تعلق داشتنش معلوم نیست و میگویند صاحبش کدام چینایی است و برای تاجیکستان 1 درم انداز پرداز نمیکند، پرتاب‌هایش را به زیباترین و از جهت اکولوژی تازه‌ترین دریای مملکت دریای شینگ که از 7 کل زیبا سرچشمه میگیرد میپرتاید. برابر وارد شدن این پرتاب‌ها به دریا، ماهی‌های دریا به مردن سر می‌کنند و تمام ساحل‌های دریا از ماهی پر می‌شود. ما بار اول مشاهده کردیم که این دریا اینقدر ماهی‌های کلان داشته است. این روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید اداره‌های حفظ محیط زیست از این کارخانه پول ستانیدن را می‌دانند و بس. اما متخصصان ساحه بر این نظرند که در واقع پرتاب‌هایی که کارخانه آهکپزی به دریا می‌پرتایند سبب آلوده و زهرآلود شدن آب می‌گردد. از این پیش متخصص ساحه حفظ محیط زیست یعقوب علی قربانوف به رادیوی آزادی گفته بود که خاکستر آهک که به دریا ریخته می‌شود به همه گونه عالم زنده آبی تأثیر منفی خود را می‌رساند. این خاکستر آهک وقتی که بارانگری میشود، برف‌ها آب میشوند، شسته شده به دریا میرود. در دریا به عالم حیوانات جوی و زهبور و دریا تأثیر منفی می‌رسد. این باری اول نیست که کارخانه‌های چینی در پنجکند به مردم ظلم می‌کنند. قبلا از نپرداختن مزد مهنت کارگران تاجیک به مراتب کم بودن حق آنها از کارگران چینی و شرایط بسیار بد آنها در کارخانه استحصال طلای زرافشان خبر رسیده بود. علاوه بر این 2 سال پیش خبرگزاری سوغد نیوز درباره پهن شدن دود غلیظ این کارخانه گزارش نشر کرده بود و در آن گزارش گفته میشد که از کارخانه آهکپزی واقع در دهن مزار جماعت دهات شینگ شهر پنجکند همه روزه خارج شدن دود غلیظ یکجا با بوی بد زهرآگین پهن شدن آن به اکناف چندین دهات این جماعت باعث نگرانی و رنج مبتلایی به امراض گوناگون ساکنان اطراف این کارگاه گردیده است. ساکنان دهه‌های ساحلی دریای شینگ شکایت کرده بودند که از دود غلیظ کارخانه آهکپزی حتی نفسکشی برایشان مشکل شده است. ما از زواد آهکی که در موضع قرار دارد 1 کیلومتر دورتر این باغ ما جایگیر است. وقتی که این دود که زواد کار میکنیم با اینجا اومدن نفسگیر میشیم، کار کردن نمیتوانیم. بر ضمن این دود غلیظ کارخانه آهکپزی به تمام زراعت و میوه‌جات و خواجگی دهقانی مردم ضرر آورده است. و میوه های درخت ضرر دارد و علف های هم ضرر دارد. زراعتی که ما نقض نمی روید. ساکنان دعوا دارند که مقامات این همه حالت را صرف نظر می کند و شکایت های به تکرار مردم را نادیده می گیرد. کسی به دادشان نمی رسد. یک بار در مجلس وکیلان جماعت شکایت کرده بودند که همه آب آهکی که در همینجا می رود مردمی که در پایان آب هستند به آنها ضرر جسمانی می رساند. بنابراین حتی ما وکیلان جماعت و حاکم و محیط زیست شکایت نامه نوشته بودیم. اما مقامات حفظ محیط زیست شهر پنجکند آن زمان گفته بودند با آنها کسی شکایت نکرده است. کارخانه مشترک زرافشان همه ساله از جانب مقامات مورد سنجش قرار می گیرد. اگر ضررآور بودنش ثابت می شد فعالیت این کارخانه بسته می شد. از طرف ساکنان جماعت دهات شین یگان خیل شکایت خطی یا شفاهی به ما نرسیده است. اگر در حالتی به طریق شفاهی یا به طریق خطی شکایت باشد
در حقیقتا ما رفته در جایش دیده برام نمیتونیم. از طرف متخصصان بخش حفظ محیط زیست شهر پنجکین و با هم یک جای با متخصصان ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت هر سال یک بار در کارخانه مشترک زرافشان و پورگی تفتیش گذرانده می شود. از آن جمله در سیخ آهک‌پزی دهنی مزار. وقتی که متخصصان بینن اگر در حقیقتا اگر وای در عین حال فیلتر نشد و ما با طریق سند ترتیب داد با طریق سود و کارخانه فعالیتش ممنوع میکنیم. روزنامه‌نگاری تاجیک سابق کارمند نشریه آزادگان محمد رجب شاهیم که زاده پنجکент می باشد به پیام گفت که همگان می دانند که از این کارخانه بجز تاجری چینی و چند نفر منفعت‌خواه صاحب منصب تاجیک به کسی منفعت نمی رسد. پیشتر مردم به خاطر از دست ندادن جای کار دم در درون بودند، اما عین حال باشد اکثریت کارگران تاجیک در کارخانه مشترک زرافشان اختصار شده به جای آنها چینی ها به کار جلب شده اند. محمد رجب شاهیم میگوید بدون هیچ ملاحظه باید پیش راه این عمل قاتلانه گرفته شود. بله، واقعا یک چنین کارخانه‌ای که ضرر اکولوژیشان به گرد اطراف حد و حدود ندارد باید جدی نظارت شود از جانب مقامات. من از این مشکلاتی که به میان آمده خیلی نگران هستم، از این زهرآلودشوی هوا، زهرآلودشوی دریاها، زهرآلودشوی طبیعت، چون که زاده این دیار هستم، زاده این وطن هستم، زاده این دره هستم. مردمان چند دهه ها آب می نوشند و استفاده میکنن از این آب و از این شاخابی دریای زرافشان. باید مجرمان این عمل قاتلانه به جوابگری کشیده شوند و من بعد به طور جدی نظارت شود. از این آهک و معدن‌های همگان میدونیم که یک عده خاص فایده میبرند، تمام، اما به خاطر کیسه یک عده خاص نباید مردم ضرر بینند، نباید که طبیعت ضرر بینند، نباید که دریاها گرد اطراف انسانها و حیوانها به خاطر فایده شخصی یک شخص یا یک عائله ضرر بینند. اینجا باید قید کرد که طبق اطلاع منابع گوناگون مقامات پنجکент هیچ واکنشی جدی نمیتوانند به بیدادگری های چینی ها کنند. یک منبع از حکومت این ناحیه با شرط افشا نشدن نامش به پیام گفت همین که ما به یگان بیدادگری چینی ها ایراد میگیریم، از دوشنبه زنگ زده دوغ و پوپیسه میکنند که چقه نشوید. بنابراین ما اصلا به چینی ها گپ زده نمیتوانیم.